درود خدمت همه دوستان عزیز. تو این ویدیو میخوایم صحبت کنیم درباره لبران به فیلادلفیا. چند تا از خبرهای پشت صحنه رو خدمتتون بگم و یه عذرخواهی هم بکنم. ما خیلی وقت تو این کانال ویدیو نداشتیم، میدونید خب تعطیلی هست برای فصلهای ورزش آمریکایی، ولی در کل میگم یه ذره مشغله کاری و چنل اصلی پرایم و اینها. ولی لبران به فیلادلفیا چند تا اینسایدر مهم داره و اینکه چرا اصلا این تصمیم رو گرفت، چطور این تصمیم رو گرفت، حالا چقدر پول گرفته، همه اینها. ولی قبلش یه ویدیو با داشتیم، آخرین ویدیو کانالمون قبل از این، که لبران توی 4 تا گزینه من گذاشتم، گفتم یا میره گلدن استیت یا کلیولند یا بازنشستگی لیکرز هم میمونه. خب گزینه اول و دومش که بازنشستگی و لبران انتخاب نکرد، لیکرز رو انتخاب نکرد، کلا تصمیم گرفت که تیم جدید پیدا کنه. و یه خبر جالبی هم بود که ریچ پال گفت، یعنی بلافاصله بعد از اون خبر ریچ پال گفت که لبران تا 2 هفته قبل از اون خبره، حالا این خبری که بهتون میگم مثلا مال 2 هفته پیشه، لبران قبل از اون خبره 90% میخواست لیکرز بمونه. هم لیکرز مایل بود، هم لبران مایل بود، هم قرارداد خوبی بوده، یعنی همین در حد اینی که تو فیلادلفیا گرفته قطعا نبوده. و گفت در نهایت هرچی رفتیم جلو کمتر شده میلش. یعنی ریچ پال میگفت حدود 2 هفته پیش، حدود 1 ماه پیش با لبران صحبت کرده، لبران فعلا مودش لیکرز بوده، ولی هفته به هفته کمتر میشده و در صورت زنگ زده بهش گفته که نه دیگه نمیخوام، میخوام بازی کنم ولی نمیخوام تو لیکرز بازی کنم، میخوام تیم جدید پیدا کنم و بریم حالا دنبال تیم بگردیم. این داستان لیکرز اینجا بسته میشه. ولی داستان گلدن استیت، من فکر میکردم تا روز آخرم که این خبر بیاد، فکر میکردم که واقعا منتظر یه دومینوی هستیم، چون خیلی مدت لبران حدود 2-3 هفته نگه داشت کل دنیای ام بی ای. و البته که من حدسم اینه به خاطر فینال جام جهانی بود، یعنی لبران حس کرد که اگر تصمیمش رو الان اعلام کنه اصلا تصمیم کوتاهی خواهد بود و خیلی خبر درست نمیکنه. ولی به محض اینکه فینال جام جهانی تموم شد، این توی 1 هفته فاصله اعلام کرد، قشنگ گذاشت اون هایپ جام جهانی بخوابه که دوباره لبران خبرش اعلام بشه. حالا میرسیم به فیلادلفیا و چیکار براش کردن و اصلا همون روز اول اون در واقع فرماندارشون اومد اون روزی که لبران پیوسته رو به عنوان روز لبران جیمز توی ایالت پنسیلوانیا دیگه صدا میکنه، همون روز بیلبورد آماده کردن و نمیدونم فلان و بیسا. حالا اینا رو صحبت کنیم. ولی پس لیکرز اینطوری پرید. من خودم منتظر گلدن استیت با یه ترید بودم، مثلا ایدی رو بیارن لبران بیاد، یا یه جای دیگه یه تریدی بکنن. روز مثلا آخرش اعلام شده و لبران منتظر اینه که آیا یا با کیدی یا با ایدی یا با کایری بازی کنه، که خب جفتش غلط در اومد. ولی ریچ پال نشست یه تخته درست کرد، گفت آقا این تخته، یعنی منی که مدیر برنامه لبرانم، این الان وضعیت. و من باور نمی‌کردم. تخته چی بود؟ لبران وسطش بود، فیلادلفیا اون ورش بود، این طرف تیمبرولز بود، این طرفش یه تیم دیگه بود، اون بالا نوشته بود استف و دریمان، اون پایین دالاس نه سن آنتونیو بود و همه یعنی تیم‌ها گزینه‌ها بود که توی اون صحبت خود ریچ پال میگفت، مال مثلا قبل از این خبر است، میگفت آقا این فیلادلفیا واقعا تیمیه که مثلا لبران بهش میخوره. بعد بهش گفتن که چرا نرفته نیویورک، چرا نرفته سن آنتونیو. گفت اگر نیویورک قهرمان نمیشد لبران میرفت اونجا. اولا که گفته بود بجز 2 تا تیم و لیکرز، که فکر می‌کنم اون 2 تا تیم یکیش بوستونه که دیگه مشکلات زیاد میشه با لبران. خب لیکرز هم که اصلا خود لبران گفته نمیخواد بازی کنه. یه تیم دیگه هم وسط بوده که نمیدونم کیه، ولی گفته بود بجز این 2 تا و لیکرز همه تیم‌ها به لبران پیشنهاد دادن، همه تیم‌ها لبران خواستن و گفتن که whatever it takes، هر چیزی که نیازه به لبران میده، اصلا لازم مالی و اینا مشکلی نبوده. ولی خود لبران بوده که دنبال پول نبوده تو این کیس. اصلا قراردادش هم نگاه کنیم 4 میلیون سالی، خود لیکرز حاضر بوده 35 میلیون بهش بده برای امسال، یا حتی اگر میخواسته بیشتر، چون برای سال آخر مثلا اسم میکنن هست. خیلی تیمای دیگه مثل نتس و اینا هم گویا مکس رو بهش میدادن، ولی لبران پوله براش مهم نبوده امسال، یعنی حاضر بوده مثلا 40 میلیون 50 میلیون دلار کمتر بگیره، ولی کجا بمونه اینجا. ریچ پال میگه که آقا ما نیویورک نمیریم، برای تیم قهرمان ما نمیریم باشون، تیم فینالیست هم نمیریم، پس سن آنتونیو
نیویورک خیلی زود حذف میشن از این لیست. گلدن استیت، لبران خبرش اومده که حاضر بوده، یعنی لبران علاقه داشته با استف بازی کنه، اما نه داخل گلدن استیت. یعنی به خاطر اون هیستوری که با هم دارن، رقابتایی که بوده و به هر حال سالها اینا رقیب بودن، لبران اومده گفته که من حاضرم، من دوست دارم با استف بازی کنم، ولی نه داخل گلدن استیت، نه داخل جایی که استف هم الان تیمشه و طرفداراش با من سالها رقابت داشتن، مشکل داشتن یا هر حرفی. اینم پس گلدن استیت هم اینجوری خارج میشه. کلیولند 4 روز قبل از اعلام خبر فیلادلفیا، لبران با کل اعضای هیئت مدیره کلیولند توی اکرون، همون در حال شهری که به دنیا اومده، جلسه داشته. یعنی تمام اعضای مدیریت اونا اومدن، تمام مالکا اومدن با لبران نشستن صحبت کردن که آقا بیا خونه و کلیولند رو داشته باشه اینا. و به نظر میرسه لبران مشکلش با کلیولند این به هم ریختگی اسکواد کلیولند بوده، یعنی که برگرده، توقعات زیاد بشه، اسکوادی که واقعا به هم ریخته است دیگه. و لبران چیزی که این وسط میخواسته صحبت شده، یعنی حد زده میشه و حالا تاییدم شد بعد از اینکه فیلادلفیا ببست، لبران میخواد امسال رو پوینت گارد بازی کنه، یعنی مثل همون 2019 2020 لیکرز تک سالی که پوینت گارد بازی کرد، میخواد اون کسی باشه که توپو میاره بالا، حمله رو سازماندهی میکنه، میگه کی کجا وایسه، پلی ها رو کال میکنه، مثلا میگه فلاپی بریم یا هر چیزی که حالا میخوان اون لحظه اجرا کنن. و این موضوع توی کلیولند با حضور دانوان میچل و احتمالاً جیمز هاردن که حالا هنوزم قراردادش رو هواه ممکن نبوده. برای همین لبران به نظرم کلیولند رو گذاشته کنار. ولی برسیم بقیه تیم‌ها که اصلا در حد رقابتی نبودن، لبران دوست نداشته، مثلا میرفته اون طرف تیمبرولز، اصلا معلوم نیست چیکار میخوان بکنن، 2 تا پوینت گارد همین الان دارن، لبران میخواد چیکار کنه. ولی این فیلادلفیا بوده که یه دفعه میاد توی رادار. یعنی فیلادلفیا اصلا چرا میاد توی رادار؟ فیلادلفیا تا قبل از اینکه ترید بزرگشون رو بزنن، یعنی باور کن ته لیست لبران بود. فیلادلفیا چی داره توی تصویر؟ میبینید جوئل امبید یه بار MVP، مصدوم اکثر اوقات، در حالت مصدوم نبودن یکی از 10 تا بازیکن برتر NBA. اون برای تصویر جیلن براون که شاید بگید آقا اصلا اینجا چیکار میکنه، شاید از خبرها دور مونده باشید، قطعی اینترنت، جنگ، مسائل دیگه. تایریس مکسی و وی جی، یعنی همین الان به جز لبران این تیم 4 تا ستاره داره. وی جی خب سال دومشه، پارسال جز روکیای سال بود. امبید MVP سابق، جیلن براون پارسال کاندیدای MVP و تایریز مکسی آل استاری که خب هست دیگه. لبران قبل از اینکه این اتفاقات بیفته جای جیلن براون کی بود توی فیلادلفیا؟ پال جورج بود، پی جی 13. دیدین دیگه بوستون یه حرکت احمقانه که اصلا همه هم خندشون گرفت، جیلن براون رو تو پرایم خودش، تو سالی که کاندیدای MVP بود، تو سالی که تیتوم مصدوم بود، یه تنه تیمو رسوند به پلی آف، اومدن تریدش کردن، تریدش کردن، یه دونه پیک هم از فیلادلفیا گرفتن. جیلن براون یه بازیکن کاملا یعنی انفجاری، فارسیشو میخوام بگم که قاطی نشه، یه بازیکن انفجاری، 3 امتیازی ضعیف، ولی دستش داغ بشه بدبختت میکنه، پکیج فینیشینگ خوب، دفاع بسیار گشنه و خسته. تو اون سالی که بوستون قهرمان شد اصلا فاینالز MVP بود دیگه، یعنی فاینالز MVP اون سال بود، لوکا رو کامل گشود تو جیبش. یه دفعه ترید میشه به فیلادلفیا و اون لحظه‌ای که به نظر من اون معادلات، لبران مغزش مثل سوپر کامپیوتره، مثل ما فکر نمیکنه. لبران داره از الان 4 ماه دیگر رو میبینه، لبران از الان داره اصلا 12 ماه دیگر رو داره میبینه که اینا رفتن پلی آف، جلوی تیم مثل نیویورک بازی دارن، نیاز دارن یه بازیکنی مثلا برانسون رو گارد کنه، و اگر برانسون رو مثلا بگیم مکسی گارد کنه، یه نفر دیگه یکی دیگر رو گارد کنه، مثلا یکی کت رو گارد کنه. اونجا معادلات ذهنی لبران سوپر کامپیوتر کار میکنه، میگه اگر من برم تو این تیم اینا و مصدومم نباشن، حالا یه جلسه ای هم داشته که صحبت میکنیم، این تیم خوبیه. قبل از اون یه جلسه هم با امبید داشته توی لس آنجلس، آقای جوئل امبید که تصویر میبینید،
ورده گفته آقای امبید شما که همیشه مصدومی وضعیت بدنی چیه؟ تمرینات چیه؟ چی کار میخوای بکنی؟ اون کارا رو انجام دادی و امبید لبران رو مطمئن میکنه که امسال توی شیپ بهتری از هر سال دیگه است از لحاظ بدنی. میگه که خوب شدم، مسئولیت ها کمه، اصلا ندارم، تمرینات رو دارم انجام میدم. پس امبید هم مخ لبران رو میزنه. ولی به نظر من ته ذهن لبران نه که آقا ممکن اصلا امبید نباشه، امبید رو ولش. پس یه ستاره داری پارسال کاندیدای MVP بوده، بازیکن دفاعی فوق العاده، هجومی عالی، میتونه 27 امتیاز برات اوریج بگیره، هر چی بخوای داره. و بقیه اسکوادو بریم با هم دیگه ببینیم بقیه اسکواد چی میگه. ببینید تو این اسکوادی که دارن، این جیلن براون که خب صحبت کردم راجبش، سال گذشته اوریج این بازیکن 28 امتیاز بوده. خب البته سال قبل یا کلیشه؟ آها سال قبلشه. سال قبل 28 امتیاز گرفته. ببین 28 تا، دقت کنید، یه دونه استیل، نصف بلاک، 5 تا اسیست، 7 تا ریباند. یعنی چی میخوای؟ انگار یه نسخه کوچیک لبرانه. 28 امتیاز هم گرفته، 71 بازی انجام داده، بازیکن ریلایبله، معصومیت اذیتش نمیکنه. از 82 تا بازی 71 بوده. پلی آف هم بازی کرده، خوب بازی کرده، 25 امتیاز، 20 امتیاز، 22 امتیاز، 18 امتیاز، 33 امتیاز. همین جلو همین فیلادلفیا هم بوده. پس قطعه اول پازل برای لبران جوره. فقط مشکلش اینه فیلد گل 3 امتیازیش 34 ماه از هفته که اونم در حد لوکاه. فیلد گل عادیش هم 47 ماه از هفته که خب در حد لوکا 48. ولی فرقش اینه که خیلی نیاز نداره با توپ ور بره. بازیکن بعدی، ستاره بعدی ویجی هستش، اچ کامپ. دقت کنید سال قبل روکی بوده، روکی سال اولش بوده، 16 امتیاز گرفته، 4 تا اسیست و فیلد گلش پایین بوده. ولی آقا برای یه روکی 16 امتیاز یه روکی بگیره شما خوشت نمیاد؟ اصلا آرزوی هر تیمیه. 4 تا اسیست، 5 تا ریباند، نزدیک 6 تا ریباند، 1 و 4 استیل، نیم بلاک. یعنی آقا دفاعی هم اینا فعالیت دارن، ترنوور کم، فقط مشکل فیلد گلش بوده. و تو پلی آف هم جلو بوستون 23 امتیاز، جلو نیویورک 12 17 11. ببین 12 17 11 شما بگیری تو این اسکوادی که الان فیلادلفیا داره، همه چیه. چون 3 تا بازیکن 4 تا بازیکن داری میتونن نامبر بندازن. پس اینم بازیکن خوبیه. بقیه بازیکن حالا بنچ کاری نداریم. خود جوئل امبید سال قبل بازی کرده، 27 امتیاز گرفته، 27 امتیاز گرفته، 1 و 2 بلاک، 4 تا اسیست، 7 تا 7 ریباند. توی پلی آف 24 18 14 34 19. یعنی پرفورمنس مصدوم شده، بازی مصدومیت اذیتش کرده. جوئل امبید هم که بس 27 امتیاز، اونور 28 امتیاز، اینور 27 امتیاز، 16 امتیاز هم که اون روکیه گرفته پارسال، سال دومش قطعا پیشرفت میکنه. بعد نگاه کن 3 تا بازیکن همینجوری دارن که دارن نامبر میدن. تازه میرسیم به تایریز مکسی، موشک کارو داشته باش. 28 ممیز 3 امتیاز گرفته، 1 و 9 استیل، 2 تا استیل، تقریبا یه بلاک هر بازی، 6 و 6 استیل، 4 و 1 ریباند. یعنی بازیکنی که با قد نسبتا کوتاهش فوق انفجاری، اصلا شرایط خود لبران هم داره. یعنی جز اون اتلتی ورزشکارای خود ایجنسی ریچ پال و لبران، اصلا لبران از زیر و روش خبر داره از همون سال اولی که اومده بود. و نگاه میکنی میگه آقا اینم که آل استاره. نگاه میکنی 3 تا آل استار دارن، یه دونه روکی خفن دارن، این میشه 4 تای مثلا استارتینگ لاین اپشون. و پوزیشنا چقدر به هم میخوره. بقیه بازیکن‌ها خوبن ها، ولی 4 تای سوپر استار، مثلا بقیه در حد آقا رول پلی. و بعد رفتن KCP رو هم گرفتن. KCP رو که دیگه دوستان لیکرز فن و لبران فن میشناسن. KCP شوتر اصلی اون سالی بود که قهرمان شدن. KCP در حد 8 امتیاز 10 امتیاز بازی میگیره برات و لبران خیلی دوستش داره KCP رو. یعنی یکی از بازیکنایی که همیشه لبران باش خوب بوده KCPه. بلا فاصله KCP رو گرفتن بعد لبران. پس این شد یه اسکواد کامل. حالا بقیه دوستانم هستن، خیلی نمیخوایم راجبشون صحبت کنیم. میخوایم صحبت کنیم راجب قراردادایی که یه خورده هم عجیبه دیگه. جوئل امبید 57 میلیون دلار، یعنی 58 میلیون سوپر مکس. اول راجع به کپشون صحبت کنیم، منفی 56 میلیونه. هم از در واقع آپرن اول بالاترن، هم از آپرن دوم. تکس هم فضا ندارن، پس تیمشون تقریبا دیگه بسته شده.
جوئل امبید 58 میلیون، جیلن بران 57 و 700، تایریز مکسی 40 و 700، وی جی 11 و 600، دین وید که بازیکن خوب اصلا وقتش رو داری بهش صحبت کنیم 9 میلیون، سیمون 6 میلیون، لبران 3 و 800. لبران داره 3 و 800 میگیره. خب دلیلش هم اینه، ریچ پال اومد گفت که آقا ما اصلا امسال ما اصلا دنبال لبران اصلا بحثش بحث پول نیست، یعنی پول اصلا براش مهم نیست، لبران براش تیم مهمه، براش مسیر مهمه، براش توسعه مهمه و دیگه مشخصه. یعنی لبرانی که پیشنهادهای 40 میلیون و 45 میلیون هم امسال داشته با 3 و 800 داره میاد بازی میکنه. چرا؟ چون میخواد قهرمان بشه، یعنی رینگ چیس داره میکنه تو این حرکتش که خب رینگ چیس قوی هم هست. اما این اسکواد پارسالشونه، پال جورجی که 17 امتیاز میگرفته رو ترید کردن، بازیکنی که 28 امتیاز گرفته رو نگه داشتن. کلی دیگه نیست، وی جی هست و بخوایم راجع به اسکواد صحبت کنیم، یعنی الان بیایم صفحه اول احتمالاً لبران، یعنی ببینیم لوت میشه چیه. آره دیگه بیایم راجع به اسکواد فیلادلفیا صحبت کنیم. اینترنت ما هم به نظر میرسه دیگه گیواب کرد اینجا با همون. توی استارتینگ 5 که دارن یه دونه خب احتمالا امبیت سنتره دیگه، یعنی 100% سنتر. از لحاظ کلاسیک اون در واقع صحبت ها میخوایم یعنی بگیم کی کجاست، امبیت که سنتر باشه لبران هم میتونه، یعنی لبران به جز حالا شوتینگار اون 3 تا پوزیشن دیگه رو هست، ولی نکته اصلی این نیست. نکته اصلی اینه که لبران زمانی که امبید اگه سر جای خودش باشه، یعنی بازی عادیشو بکنه، جیلن براون همین کارو بکنه، مکسی بازیکن پوینت گارد نیست، مکسی شوتینگ گارد، حالا میگن پوینت گارد شوتینگ گارد، پوینت گارد نیست، شوتینگ گارد، بازیکنیه که دوست داره اینور اونور بره از اون سرعتش استفاده کنه. و وی جی هم همینه، یعنی یه بال هندلر خوب ندارن، کسی که توپو حمل کنه. من حدسی که میزنم اینه لبران پوینت میشینه، پوینت گارد، مکسی شوتینگ گارد، وی جی اسمال فوروارد، براون پاور فوروارد و امبید سنتر میشینه. توی این تیم چیزی که بهشون میده 2 تا بازیکن جوون و خیلی سریع، یعنی جلوی مثلا موومنت های یکی مثل استفکری یا شوترها رو بخوام بگیرن این ور اون ور زمین برن، یه سنتر دارن که بتونه اون وسط بلاک کنه، از لحاظ دفاعی داریم صحبت میکنیم، بلاک کنه، حضور داشته باشه. و جیلن براون رو داریم که بیفته دنبال ستاره هایی که خیلی کوچولو موچولو نیستن، مثال لوکا دیگه. مثلا لوکا یه پوینت گاردیه که قدش خیلی کوتاه نیست، 6 و 7 ولی پوینت گارده. این بازیکن حرکات قدرتی و تکنیکی انجام میده، مثلا براون بتونه خونسا کنه. و لبران رو داریم، من اسم کنم این هم یکی از دلایلیه که لبران اومده فیلی. لبران 4 تا بازیکن حالا کنار خودش میبینه دفاعی فعالیتی میکنن، یه ذره میتونه استراحت کنه توی دفاع، یعنی برخلاف لیکرز که لوکا و آستین ریوز اصلا کلا مانعن تو دفاع، از اون طرف هاچیمورا هم خیلی دفاع خوبی نبود و سال قبل دیاندره ایتن هم اون چنان سنتر خوبی نبود، لبران مجبور بود کار دفاعی رو انجام بده، صحبت ها رو بکنه. اینجا همون فقط قسمت صحبت ها رو بکنه است، یعنی بقیه قسمت های تیم برای لبران توی دفاع اینه که اوکی یه نفر رو به صورت سایه من میگیرم، اونی که مثلا کمترین تحرک رو داره، انرژی خودم رو که 41 سالمه توی دسامبر میشه 42 نگه میدارم. برای چی؟ برای اون داستان بال هندلره، برای اون داستانی که چطور حمله کنم به دفاع حریف، برای اون داستانی که چطور این 4 تا بازیکنی که خیلی خوبن کنار هم بچینم و یه نتیجه ازش در بیارم. پس من فکر میکنم این ترکیب خیلی خوبیه و من از الان فیلادلفیا رو کاندیدای قهرمانی میدونم. یعنی سالهای قبل یادتونه من میاد گفتم آقا این لیکرزه به هیچ جا نمیرسه، اصلا مشخصه، یعنی ستاپی که شما نتونی دفاع کنی و بعد بهترین دفاع یه بازیکن 41 ساله 40 ساله باشه
و بعد مثلا بحثی نیست شما میتونی بهترین دفاعی تیم باشی تو این سه، بحث اینه بقیه مانع نباید باشه. و من لیکرز رو همچین تیمی میدونم امسال، تیم ضعیفی میدونم. حالا صحبت میکنیم راجع به همه تیم‌ها، مثلا میگم ویدیو بسازم تو این مدت و یه دونه مثلا ممکن لیکرز بیشتر بگه، تیم دیگه کمتر. ولی پوینتی که داره خدمت شما بگم اینه که این تیم الان مدعیه، بنچر هم تقویت کردن. این KCP اومده، 2-3 تا بازیکن دیگر رو نگه داشتن. بنچ خوبیه، ولی واقعا اینا لایناپشون، استارتینگ لایناپ اینطوریه که میتونن روتیشن یکی استراحت کنن. مثلا لبران اگه دقایقی بیاد بیرون، بگن آقا مثلا 8 دقیقه اول کوارتر، البته لبران معمولا دوست داره 6 دقیقه رو بازی کنه و 2 دقیقه بشینه بیرون، 2 دقیقه آخر کوارتر همیشه تو باشه. مثلا 6 دقیقه رو بازی کنه و 2 دقیقه‌ای که بیرونه یا 3 دقیقه‌ای که بیرونه، تیم فلج نمیشه مثل لیکرز واقعا یه وضعیت عجیبی که داشتن، با اینکه لوکا و یارم دارن. لبران میومد بیرون تو این 7 8 سالی که اونجا بود، اصلا انگار یادشون میرفت بسکتبال چیه. چون لبران معمولا تاک میکنه، میگه آقا اونجا وایسا، بیا اینجا، برو اونجا، اینو بگیر، بلیتز کن، برو اونور، اسکرینو بذار، جا تو عوض کن اینو. خب مثلا تو لیکر باید الان بازیکن‌ها تو این دوره داشته باشن و امیدوارم لوکا هم بهش برسه. ولی خدمتتون میگم لبران بیاد بیرون، اینا تایریز مکسی رو دارن، اینا براون رو دارن، اینا امبید رو دارن، اینا ویجی رو دارن، مثلا KCP رو میاد تو، دو تا بازیکن دیگه میان تو، تیم کار نمیافته. مثلا امبید اگه بره بیرون، سنتر بکاپ دارن بیاد اونجا اسکرینا رو بذاره. نیاز مثلا سبک بازیشون یه لحظه عوض میشه. مثلا حالا بله دیگه سنتری نداریم آیسو کنه، ولی سنتره داریم دفاع کنه، اسکرین بذاره، سبک بازی رو عوض میکنن. و این فیلادلفیا رو به نظر من خطرناکترین تیم NBA برای سال بعد میکنه، نه فقط هجومی بلکه دفاعی. من اصلا هجومی تیم خوبی میدونم اینا رو، سال قبلم عالی بودن، این نگاه میکنیم به اوریجا و ایناشون مثلا وضعشون خوب بوده. ولی واقعیتش اینه که من اون دفاع رو که نگاه میکنم، 4 تا بازیکن خوب، یعنی بگیم 3 تا بازیکن خوب و جوون، امبید اگه حالش خوب باشه سنتر درجه 1، و بعد لبران فرمانده دفاع رو داریم. اینه که برای من خیلی جذابش میکنه این دفاع رو. و بعد میریم تو حمله یه ژنرال داریم، توپو میچرخونه، 2 تا بازیکن جوون مثل موشک داریم و 2 تا بازیکن داریم که هر زمان توپو بهشون بدی گیر کنی یه شوت برات میزنن یا یه آیسو میکنن، حال میکنن. یعنی اصلا یه کار در میارن. در هر صورت این تیم جدیه. این 3 تا ستاره‌ای که من جای امبید تایریز مکسی رو میذارم تو این تصویر. امبید دیروز اتفاقا ریچ پال برنامه‌ای داره میره صحبت میکنه با یه بنده خدا اسمش مکس، خبرنگار ورزشی بوده قبلا و الان با ریچ پاله، میگه آقا امبیدو ترید کنید بره. بعد خیلی هم گفتن این لبران پشت صحنه داره هول میده. ولی واقعیتش اینه که جوئل امبید اگر اینجا تو این ترکیب اصلا حضورم نداشته باشه، یعنی یه بازیکن یه سنتر عادی هم جاش بیارن، خیلی فرقی نمیکنه با حالشون. جوئل امبید اینجا دیگه ستاره تیم نیست. ستاره اصلی تیم لبران و براونن و بعد تایریز مکس، یعنی بیگ تریه اینجا اصلا نیست که امبید اون طرفه. و خب این جالبی خودش رو داره. ممنون از همه شما عزیزان که این ویدیو رو تماشا کردید. بازم عذرخواهی میکنم فعالیت کمم رو. من میدونم که یکی از معدود پیجایی هستیم که بسکتبال فارسی صحبت میکنیم و NFL و بازم تنبلیه رو انجام میدن. تنبلی هم نیست واقعا، کارو اینا، یعنی برید ویدیو پیج اصلی رو نگاه کنید، هر روز اونجا ویدیو داریم و خب اون ویدیوها زمان بره تحقیق و توسعهشون، ولی سعی میکنم داشته باشیم. یعنی امروز لبرانه، من فردا خدمت شما عزیزان بگم سعی میکنم که برای لیکرز یه ویدیو درست کنم، زورمو میزنم، اگه نشد پس فردا. قول من اینه که تا سه شنبه ویدیو لیکرز هم توی کانال قرار میگیره. کانال رو داشته باشید. ما یه گروه تلگرام هم داریم، خیلی فعال نیست حقیقتا، نمیدونم چند تا ممبرم داریم، همینجوری زدم برای دوستان بسکتبال و نه دوستان کنارم جمع بشن. دوست داشتید میتونید عضو بشید، عضو نشدید هم همینجا توی یوتیوب کانال رو داشته باشید. من دیگه از الان موتور این ور رو سعی میکنم روشن کنم. ویدیو NFL هم داریم، یعنی رفته رفته داریم. یه ذره من سرم خلوت بشه، یک دو تا ویدیو مستندی داریم برای فرمول 1 میسازیم، اونا بگذره این ور قطعا سعی میکنم مثلا روزی یه ویدیو رو داشته باشیم. اگه به من باشه که دوستم روزی یه ویدیو رو داشته باشیم، ولی یه ذره میگم تایملاین نمیخونه. شما هم نظرتون رو کامنت کنید. فردا یا پس فردا ما لیکرزی که از الان میگم من خیلی مدعی بزرگی نمیبینمشون. یعنی دیلن بروکس هم دیروز صحبت میگن، گفت لیکرز شیرینه. گفتن یعنی چی؟
گفت شان یعنی لوکا اوریجش 40 نباشه اینا شیرینن، لقمه شیرینی برای ما. به خاطر اینکه خب حالا صحبت میکنیم فردا بس راجعش. خدا نگهدار، آرزو موفقیت.